قبول ندارید رفراندوم بگذارید، رفراندوم با ناظران بین المللی یک رفراندوم عاجل برگزار کنید. مسئولان امر بشنوید فریاد مردم ها. به زندان نمیتوانه، کشتن این مردم نمیتوانه، زدن این مردم نمیتوانه، زندان کردن. الان این ملت 50 روز نزدیک 50 روزه که توی میدانه، اینا را نمیتوانی عقب برانه، چون اینا خون دیدن، کشته دادن. اینا برسید صدا اینا را. ولی به شما میگم که این ملت الان بالاخره عقب نمیره. ملت 50 روزی که شما تجربه کردید، اینا را نه زندان کنید، نه اینا را بزنید، نه با اینها با خشونت رفتار بشه. با این ملت بشینید مسئله‌تون حل کنید. در ظرفیت چند ساعت کشته های ما با تمام کشور ایران برابر شدن و شما رفراندومی برگزار کنید و نگاه کنید که چقدر مردم ملت ایران چه میخوان، به چه تغییر راضی هستند. متاسفانه ما از مسئولین تا حالا من صاحب بگم که گوش شنوا مسئولان نداشتند. چقدر فساد تو ادارات آمد، چقدر اختلاس و چقدر ثروت مردم ایران به یغما را، به تباهی را. و اینی که مردم آفرین بر مردم ایران که صبر کرد. الان دین گریزی تو ایران زیاد شده متاسفانه. بسیاری از اصل دین تنفر پیدا کرد و این زنانه که من عرض کردم که به هر حال به حجاب تنفر پیدا کردن